به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز و گرامی بینندگان ارجمند. دین اسلام و ایمان این یک اعتقادی نظری نیست که انسان به چیزهای معین باور حاصل نماید، اعتقاد کند و دیگر از عملها و عهده‌داری‌ها آزاد باشد. نه، بلکه دین اسلام دینی است که کس چون پیرو این دین می شود بر ذمه او واجبات و عهده‌داری‌های مقرر می گردد که می باید آن را انجام دهد. واجبات هست در مناسبت با خداوند، واجبات هست در مناسبت با قرآن، با پیامبر صلی الله علیه و سلم، واجبات است در مناسبت با والدین، با همسایه، با فرزند، با همسر. مجموعه واجبات است که شخص مسلمان می باید پایبند این امر دستورها باشد و این واجبات را می باید حتما انجام دهد. در این حدیثی که دوستان حالا به سمع شما می رسد، پیامبر صلی الله علیه و سلم واجبات شخص مسلمان را در مناسبت با مسلمان دیگر بیان نمودند. حقوقی که هر فرد مسلمان می باید آن را در مناسبت در معامله با مسلمان دیگر داند، شناسد و آن را می باید اجرا نماید. این حدیث را امام بخاری و امام مسلم از روایات ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: حق المسلم علی المسلم ست قیل و ما هن یا رسول الله قال اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه. پس این دستور نبوی را هر فرد مسلمان می باید داند و در اجرای این واجبات که بر ذمه او هست کوتاهی ننماید. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم اینجا فرمودن حق مسلمان بر بالای مسلمان دیگر 6 تا است. یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم از ایشان پرسیدن و ما هن یا رسول الله، آن حقوق کدام است؟ ایشان فرمودن اذا لقیته فسلم علیه، یعنی هنگامی که با مسلمان ملاقات نمایی واخوردی حتمی است که به او سلام دهی، گوی السلام علیکم و یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آن نفر نیز عهده‌دار است که بر تو جواب سلام دهد، یعنی سلام اعلان سلامتی و عافیت و آسودگی، امنیت از هر بدی و زیانی که شعار اسلام است و پیغام مسلمانان برای همدیگر است و اجر و ثواب زیادی دارد. اذا لقیته فسلم علیه، و هر کسی که سلام را آغاز کند اجر بیشتر میگیرد البته. و آنگونه که در حدیث دیگر آمده علی من عرفت ولم تعرف، بر هر کسی که میشناسی و یا نمیشناسی، آدم مسلمان است این حق را بر ذمه مسلمان دیگر دارد. و خیرهما من یبدأ بالسلام، آنگونه که در حدیث دیگر آمده بهترین آن دو کسی است که سلام را او نخست آغاز نماید. و اذا دعاک فاجبه، حق دیگر از حقوق مسلمانان، واجب دیگر از واجبات جمعیتی در مناسبت با دیگران این است که هنگام مسلمانی تو را به خانه اش یا به هر جای دیگر دعوت کند، برای طعام، برای آب، برای هر اکرام و مهمانی واجب است که او را اجابت نمایی، الا در صورتی که عذر مقبول داشته باشی. و اذا استنصحك فانصح له، حق دیگر از حقوق برادری مسلمانی، واجب دیگر از واجبات جمعیتی در جامعه مسلمانی این است که چون مسلمان از مسلمان دیگر نصیحت پرسد، مشورت پرسد، بر شخص مقابل واجب است برای او مصلحت دهد، مشورت دهد، آنگونه که صلاح می‌بیند، آنگونه که تجربه دارد، دانش دارد، آنگونه که به خودش دوست می‌دارد، خالصانه برای برادرش نیز راهنمایی درست کند تا نفع ببیند. اگر چیزی باشد که زیان دارد، برادرش را از آن چیز برحذر نماید، دور نماید. و اگر چیزی است میان خیر و شر آمیخته، خیرم دارد و بدی هم دارد، میباید برایش بیان نماید، شرح نماید، مفصل برایش گفته دهد. حق برادری است که این واجب را ادا نماید. یعنی نگوید برادر خودت میدانی من کار ندارم، بی‌طرفی اظهار نکند. برادر باید به برادر خیرخواه باشد و اگر نصیحت پرسیده شود واجب است که برای او اظهار نظر نماید. و اذا عطس فحمد الله فشمته، حق دیگر از حقوق برادری این است که چون برادر عطسه زند و حمد خدا گوید، الحمدلله که گوید،
واجب است شنونده برای او یرحمک الله گوید، رحمت خدا بر تو باد. و چون این دعا را برایش میگوید، بر شخص دعا کننده نیز شخص عطس زننده باید گوید یهدیکم الله و یصلح بالکم، خداوند شما را هدایت نماید و قلب شما را صالح و نیک سازد. و اذا مرض فعده، حقی دیگر از حقوق برادری که در این حدیث از حقوق ششگانه ذکر شده این است که چون مسلمانی در جامعه بیمار می شود، بر مسلمانان دیگر واجب است تا او را خبر گیرند، عیادت کنند. عیادت بیمار خیلی اجر بزرگ دارد و چون شخص به این مقصد از خانه می براید، رحمت خدا او را همراهی می کند و اجر و ثواب فراوان به دست می آورد. و این برای عمومی مسلمانان است و اگر اون نفری که بیمار شده از خویشاوندان باشد، از دوستان باشد، واجب تأکیدش بیشتر می گردد، یعنی حتمی تر است تا او را عیادت نماید. و اذا مات فاتبعه، یعنی حق آخرین از این حقوق ششگانه این است که چون مسلمان از دنیا درگذرد، مسلمان دیگر میباید از پشت جنازه او برود. در احادیث فضل این عمل، فضل این عبادت بیان شده، شرکت کردن در جنازه و از پشت جنازه، از پشت تابوت تا قبرستان رفته و آنجا حاضر شدن برای دفن عملی است که خیلی اجری فراوان دارد و این آخرین حق مسلمان است که برای اهل جامعه، برای دوستانش دارد. بله دوستان عزیز، آنگونه که میبینیم در این حدیث مبارک مجموعه از آداب و اخلاق والای اسلام، از واجبات مهمی جمعیتی ذکر شده که ادای این واجبات کفیل بیشتر گشتن محبت میان اهل جامعه، کفیل نیک شدن مناسبت ها میان مردم میگردد. هنگامی که این واجبات و دیگر واجبات اسلام ادامه یابند و مردم پایبند این دستورات والای پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشند، جامعه به جامعه سالم و دوست و خیرخواه هم دیگر مبدل می گردد و هر قدر اهل جامعه از این دستورات آسمانی و از این درسهای بزرگ اخلاقی دور و بیگانه باشند، جامعه به جامعه بیمار و جامعه که اهل آن از هم دیگر بیگانه هستند و به یک دیگر بدخواه هستند مبدل می گردد. به امید دیدار در برنامه‌های بعدی و آموختن پند و نصیحت‌ها از گنج حکمت از مدرسه نبوی. خداوند یار و مددگارتان بود.